السلام علیکم ګلونو ماشومانو زیم جاویدیا مومن او ما تاسو له راوړې ښایسته خپرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. ترانه کوچولو. ناز کوچولو وقت خود بود گیرم که ناز کوچولو وقتی که کلان شد اتا میکرد وقتی که آریسی کرد اتا میکرد وقتی که پیر شد اتا میکرد. بسم الله الرحمن الرحیم. E B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو سارا مومن زغارم تاسو له کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله. دویمه کلمه شهادت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. دريمة كلمة تمجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دريمة كلمة توحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بنزما كلمة أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته أمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار الغيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را زندگی داد طبیعت را به جان پایندگی داد. اسمم دنیا بنت احمد فواد متعلم صنف نهم. برای شما یک داستان آموزنده به خوانش میگیرم. پسری بود که بر رفتار خود کنترل کرده نمیتوانست. پدرش بر او کیف پر از میخ داد و بر او گفت هرگاه که رفتار را کنترل کرده نتوانستی میخ را بر دیوار بکوب. در روز اول 37 میخ را بر دیوار کوبید و یاد گرفت در طول هفته ها که کوبیدن میخ آسانتر از کنترل رفتار است و این موضوع را برای پدر خود قدر میخ را که بر دیوار کوبیده همان قدر آن را بیرون نما. روز رسید که هرگاه که رفتار را کنترل کرده تونستی همان قدر میخ را پس از دیوار بیرون نما و روز رسید که تمام میخ ها را پسر بیرون نموده بود. پسر این گپ را برای پدرش گفت و پدرش دست او را گرفت و به سمت دیوار برد. این تو خوب شده ای اما دیوار شبیه اولش نیست و این سوراخ‌هایی است که تو در دل مردم برای خود تنفر ایجاد کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم بهار بنت احمد فواد متعلم صنف ششم. یک سوره را براتان تقدیم میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كسف وطن تموقله كتاب وقلم زمان رهنمان عباد في عباد وطنات شيهان من سرهندو پتا او ساتو دی ازاد پوهنا دارنا تنتمو کله کتاب و کلم زمان رهنمان دو گوری هممی گور دپلاری هممی مور دزرئی د ایسیا او دسترگو تور پوهنا رنا وطن تمو خوله کتاب و کلم زمنگ رهنما.